اگه فکر میکنی فیلم اودیسه فقط نسخه سینمایی داستان معروف هومره، باید بگم سخت در اشتباهی. بعد از اکران فیلم خیلی‌ها گفتن کریستوفر نولان به داستان اصلی وفادار نبوده. حتی بعضی از طرفدارای هومر تغییرای فیلم رو غیرقابل قبول دونستن. اما از طرف دیگه عده‌ای از تاریخ‌دانها و پژوهشگرا از این تصمیم دفاع کردن. اونا گفتن اودیسه یه سند تاریخی نیست. یه اثر حماسی و اسطوره‌ایه که قرنها به صورت شفاهی دست به دست شده و هر نسل روایت خودش رو از اون داشته. پس سوال اینجاست: نولان واقعا داستان هومر رو خراب کرده یا فقط اونو به شیوه خودش بازگو کرده؟ من علیم و اینجا سی استاکه و در این ویدیو قصد دارم بریم سراغ مهمترین تفاوت‌های اودیسه و هومر رو با همدیگه بررسی کنیم. قبل از شروع باید بگم که وقتی از اودیسه حرف میزنیم منظور اون فقط یه سفر دریایی نیست. این داستان درباره مردی به نام اودیسئوسه که بعد از پایان جنگ تروآ 10 سال تلاش میکنه تا به خونه و خانواده‌اش برگرده. در این مسیر با غول‌ها، جادوگرا، موجودات افسانه‌ای و حتی خدایان روبرو میشه. اما نولان در اقتباسش بعضی از این بخشا رو کاملا تغییر داده. اولین تفاوت به خانواده اودیسئوس برمیگرده. در کتاب هومر تلماخوس هنوز جوون و خامه، اما رفتار تندی با مادرش پنلوپه داره. حتی در چند صحنه به اون دستور میده که وارد کار مردان نشه و به اتاقش برگرده. این رفتار بازتاب فرهنگ یونان باستانه، دورانی که مردها قدرت بیشتری در خانواده داشتن. اما نولان این رابطه رو کاملاً برعکس کرده. در فیلم این پنلوپه است که کنترل اوضاع رو در دست داره. اون تلماخوس رو به خاطر بی تجربگی سرزنش میکنه و نشون میده که از همه اطرافیانش آرومتر و عاقل‌تره. در واقع نولان تلاش کرده پنلوپه رو از یک شخصیت صبور به زنی قدرتمند و تاثیرگذار تبدیل کنه. همین تغییر یکی از اولین تفاوتایی بود که طرفداران کتاب متوجه اون شدن. یکی از هیجان انگیزترین بخشای اودیسه حمله لایستریگونی هاست. در کتاب اونها غول‌های آدمخوارین که تقریباً تمام ناوگان اودیسئوس رو نابود میکنن. از 12 کشتی فقط یک کشتی سالم فرار میکنه. یعنی این اتفاق یکی از بزرگترین شکست‌های اودیسئوس در تمام سفرشه. اما نولان این بخش رو تغییر داده. در فیلم خبری از غول‌های آدمخوار نیست. در عوض اونا بیشتر شبیه جنگجوهای زره‌پوشن که در دل جنگل برای اودیسئوس کمین کردن. تعداد کشتی‌های نابود شده هم کمتر شده. شاید این تغییر برای واقعی‌تر شدن فضای فیلم انجام شده باشه، اما در عوض بخشی از حال و هوای اسطوره‌ای داستان هومر رو از بین برده. اگه از طرفدارای داستان‌های یونان باشید، احتمالاً معروف‌ترین صحنه اودیسه رو میشناسید. جایی که اودیسئوس با غول یک چشم و پسر پوسایدن روبرو میشه. اما چیزی که این صحنه رو موندگار کرده فقط نبرد با غول نیست، بلکه حقه‌ایه که اودیسئوس به کار میبره. اودیسئوس خودشو هیچ کس معرفی میکنه. بعد وقتی که غول یک چشم پور میشه و فریاد میزنه هیچ کس به من حمله کرده، بقیه غول‌ها تصور میکنن اتفاق خاصی نیفتاده و کسی به کمکش نمیاد. این بازی هوشمندانه با کلمات یکی از معروفترین لحظه‌های ادبیات جهانه. اما در فیلم نولان این بخش تقریباً حذف شده. اودیسئوس همچنان با سیکلوپ روبرو میشه، اما اون شوخی هوشمندانه با اسم هیچکس دیگه وجود نداره. برای خیلی از طرفدارای کتاب حذف این صحنه یعنی حذف یکی از زیرکانه ترین لحظه‌های شخصیت اودیسئوس. یکی دیگه از بحث برانگیزترین تغییرای فیلم مربوط به شخصیت کالیپسو میشه. در داستان هومر اودیسئوس 7 سال در جزیره کالیپسو زندگی میکنه. اون با وجود اینکه دلش برای خونه و همسرش تنگ شده، وارد رابطه عاشقانه‌ای با کالیپسو میشه. هومر اودیسئوس رو یک قهرمان بی‌نقص نشون نمیده. اون اشتباه میکنه، وسوسه میشه و تصمیمای سختی میگیره. اما نولان این بخش رو هم تغییر داده. در فیلم اودیسئوس مردی کاملا وفاداره. اون به خاطر عشقش به پنلوپه تسلیم کالیپسو نمیشه.
در عوض اسیر نیلوفری جادویی میشه که خاطراتش رو از بین میبره. این تغییر باعث شده شخصیت اودیسئوس قهرمانانه‌تر و امروزی‌تر به نظر برسه. اما به نظر شما با حذف ضعف‌های یک شخصیت، اون شخصیت جذاب‌تر میشه یا برعکس؟ بخشی از انسان بودنش رو از دست میده. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. اما تغییرهای نولان فقط به کاراکترها ختم نمیشه. یکی از مهمترین بخشای کتاب اصلاً در فیلم دیده نمیشه. در داستان هومر، اودیسئوس بعد از سالها سرگردونی به سرزمین فاآسی‌ها میرسه. مردمی دریانورد که اونو نجات میدن و با کشتی به ایتاکا برمیگردونن. در همین سفر، اودیسئوس از جزیره نیلوفر خاران هم عبور میکنه. جایی که هر کس نیلوفر بخوره، گذشته‌ش رو فراموش میکنه و دیگه هیچ دلیلی برای بازگشت به خونه نمیبینه. اما نولان این دو بخش رو حذف کرده. در عوض ایده نیلوفر رو به شخصیت کالیپسو منتقل میکنه. در فیلم این کالیپسوئه که با نیلوفر سعی میکنه خاطره خونه و خونواده رو از ذهن اودیسئوس پاک کنه که قبل‌تر هم بهش اشاره کردیم. این تغییر شاید داستان رو ساده‌تر کرده باشه، اما یکی از معروف‌ترین ماجراجویی‌های کتاب هم کنار گذاشته. حالا برسیم به خدایان. در دنیای هومر خدایان تقریباً در همه تصمیم‌های مهم نقش دارن. آتنا بارها به اودیسئوس کمک میکنه. هرمس کسیه که اونو از خطر نجات میده و پوسایدن تقریباً تمام مسیر دشمن اصلی اونه و اجازه نمیده به خونه برگرده. اما در فیلم حضور خدایان خیلی محدودتر شده. آتنا هنوز حضور داره، اما خبری از هرمس نیست و نقش پوسایدن هم بسیار کمرنگ‌تر شده. به همین دلیل فیلم بیشتر شبیه داستان مبارزه یک انسان با سرنوشتشه، نه نبرد انسان با خدایان. و این دقیقاً یکی از تفاوت‌های بزرگ بین نگاه نولان و نگاه هومره. تغییر جالب دیگه مربوط به دو شخصیت معروف اسطوره‌های یونانه، یعنی هلن و کلوتایمنسترا. در اسطوره‌های یونان این دو خواهر ناتنی هستند، اما نولان در فیلم اونا رو خواهران دوقلو معرفی میکنه. شاید این تغییر در نگاه اول مهم به نظر نرسه، اما برای کسایی که اسطوره‌های یونان رو میشناسن تفاوت قابل توجهیه. این یکی از همون تغییراییه که نشون میده نولان حتی در جزئیات داستانم خودشو کاملا به روایت‌های کلاسیک محدود نکرده. یکی دیگه از شخصیت‌های مهمی که کاملا از فیلم حذف شده، لاertes پدر اودیسئوسه. در کتاب لاertes فقط یه شخصیت فرعی نیست. پیرمردیه که سالها چشم انتظار بازگشت پسرش مونده و یکی از احساسی ترین لحظه های داستان زمانیه که اودیسئوس بالاخره اونو پیدا میکنه. جالب اینجاست که اودیسئوس حتی اون لحظه هم بلافاصله خودشو معرفی نمیکنه و اول پدرشو امتحان میکنه. بعد از آشکار شدن حقیقت، دیدار این پدر و پسر به یکی از موندگارترین صحنه‌های اودیسه تبدیل میشه. اما نولان این بخش رو به طور کامل کنار گذاشته و در نتیجه یکی از احساسی ترین لحظه های کتاب هرگز در فیلم دیده نمیشه. یکی دیگه از تغییرهای مهم مربوط به بازگشت اودیسئوس به خونه است. در کتاب آتنا ظاهر اونو تغییر میده و اودیسئوس خودش رو به شکل پیرمردی فقیر در میاره و وارد قصر میشه بدون اینکه کسی اونو بشناسه. اون روزها اطرافیانش رو زیر نظر میگیره و میخواد بدونه چه کسی هنوز بهش وفاداره و چه کسی بهش خیانت کرده. اما در فیلم این بخش خیلی کوتاه شده. ظاهر اودیسئوس فقط کمی خسته‌تر و لاغرتره و اون بازی طولانی با هویت مخفی تقریباً وجود نداره. در نتیجه بخش زیادی از تعلیقی که هومر ساخته بود از بین میره. اما احتمالاً بزرگترین تفاوت پایان داستان باشه. در فیلم اودیسئوس بعد از نبرد تروا با خواستگارا تقریباً به تنهایی می‌جنگه. بعضی از دشمنا حتی با دیدن شجاعت اون تسلیم میشن. در نهایت خانواده دوباره کنار هم قرار میگیره و داستان با پایانی احساسی تموم میشه. اما هومر روایت بسیار تلخ‌تر و خشن‌تری داره. در کتاب اودیسئوس و تلماخوس شونه به شونه می‌جنگن و تقریباً همه خواستگارا رو میکشن.
خشونت این بخش اونقدر زیاده که حتی بسیاری از مترجمای امروزی هم اونو یکی از بیرحمانه ترین فصلهای ادبیات کلاسیک میدونن. اما تفاوت فقط به همینجا ختم نمیشه. بعد از پایان نبرد پنلوپه بلافاصله حرف اودیسئوس رو باور نمیکنه. اون برای اینکه مطمئن بشه این مرد واقعا همسرشه یا نه، امتحان عجیبی از اون میگیره. از خدمتکارا میخواد تخت خوابشون رو جابجا کنن. اودیسئوس هم با تعجب میگه این کار غیر ممکنه، چون اون تخت از تنه یک درخت زیتون ساخته شده و اصلاً قابل حرکت نیست. همین جواب ثابت میکنه که اون واقعاً اودیسئوسه. این صحنه یکی از مشهورترین پایان‌بندی‌های ادبیات جهان به حساب میاد، اما نولان اونو هم کنار گذاشته و پایان ساده‌تر و احساسی‌تری رو انتخاب کرده. حالا برمیگردیم به همون سوالی که اول ویدیو پرسیدیم. آیا نولان به هومر خیانت کرده؟ شاید نه. به نظر میرسه که هدف اون این نبوده که کتاب و صفحه به صفحه روی پرده سینما بیاره. اون بیشتر تلاش کرده داستانی بسازه که برای مخاطب امروز قابل لمس‌تر باشه. برای همین بعضی از شخصیت‌ها رو تغییر داده، بعضی ماجراها رو حذف کرده و بعضی از پایان‌ها رو دوباره نوشته. اما اگه از طرفدارای هومر باشید، احتمالاً قبول دارید که توی این مسیر بخشی از جادوی اسطوره اودیسه هم از بین رفته. در نهایت احتمالاً بهتر باشه که این فیلم رو نه به عنوان یک نسخه کاملاً وفادار به هومر، بلکه به عنوان برداشت شخصی کریستوفر نولان از یکی از بزرگترین حماسه‌های تاریخ ببینیم. خب امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب اصلاً فراموشتون نشه برای حمایت از ما. و حالا نوبت شماست که کامنت بذارید به نظرتون تغییرای نولان داستان رو بهتر کرده یا باعث شده بخشی از هویت اصلی این اثر از بین بره.